آواز دادن این است که آینده فرزندان ما، آینده ملت ما، آینده صلح و امن تاجیکستان، آینده پیشروی جمهوری تاجیکستان. بنابراین ما باید بدانیم که با کی ها آواز بدیم و آیاتون نبراریم که وقتی که سرور دولت ملت ما را جنگ خانمانسوز ایبین بود چه خدمت ها کرد؟ یک سال فراموش نکنید وقتی که حال جنگ و خون رسید و کسی را گوش نمیکرد، کیسا خبر کجا گوش نمیکرد، خبر کیسا کجا گوش نمیکرد، در اون زمان ما خودمون طلب کردیم آورده. این اعین علیه کسی را طلب کردن برای کاره او کمک کرده میشود در جانب الله. او سفر کردن، اینجا سفر کردن، اینقدر پیشروی، اینقدر جای کار. مردم چیکار است؟ یه نرفت الحمدلله تمام این مورد مردم در جای کار است. و صلح و امن و دانش دنیوی امروز الحمدلله تمام امتحان‌ها مثل امتحان‌های دیگر دولت‌ها و این همه پیشروی‌ها برای چی است؟ برای خدمت غمخوری امت پیشروی است. بنابراین اگر با وجود که ما آزاده باید آینده صلح و امن ملت را نگاه کنیم و خودمون بدانیم که این چیزی که ما رای نوشتیم این برای فرزندان ما، برای آینده ما، برای امن ما، برای آبادی مسجد ما، برای آبادی دین و آیین پیشرفت دنیوی ما و نیک باشد و ببینیم با این مشاهد و اون انسان‌ها رای خودمون پیش کنیم. البته کسی در کسی رای میده خیلی گپ نیست که یک انسان در فلانی رای داد، در فلانی نداد، در ایمان کمیه، در اسلام یو گپ باید این خیلی گپ نیست. آزاده حقیقت در بودن چی؟ چون که وکیلانی که ما اختیار کردیم همش مردم مسلمانن، در صف روزن، در صف نمازن، در صف حجن، در چون دینو کردستن، همش الحمدلله با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مشرف هستن. بنابراین آزاده که هر کسی که آواز بده. البته باید خدمتکارا فراموش نکنیم، چون که یک انسان خودش بعضی انسان‌هایی هستند که خودش خیلی مال دارد لیکن برادر او پول ندارد که امروز نون نباید که اون خونش تشکیل کنند، خود یک روزه تشکیل کنند و امن همچنانی که در جمعه گذشته گفته رسول صلی الله علیه و سلم میگه در حدیث که من اصبح منکم آمنا فی سربه معافیا فی جسده عنده قوت یومه فكأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. کسی که سحری